روز قیامت روزی دهشتناک است، روز خجالت و شرمندگی است، روز روپرو شدن با خدای مقتدر و تواناست، روز جواب دادن به کردار این دنیاست. خداوند در این آیه مبارکه ما و شما را هشدار می‌دهد، میگوید بترسید از آن روزی سخت و دهشتناک، آن روزی که نه قوه ها به کار می‌رود و نه آبرو، نه منصب و نه جاه، نه ثروت و نه پول، نه خویش و تبار. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بازگشت آن روز فقط به سوی خداست، حاکم آن روز فقط الله است، حکم برار و جزا دهنده الله است. ثم توفی کل نفس ما کسبت، هر انسان